دوستان، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون. همونطور که مشاهده میکنین یک دستگاه NA 180 هستش. یک سورپرایز دارم براتون امشب. ایزی بدن اول ما روشنش کنم میره. همینطور که خیلی شایع شده که میگن آقا موتورهای NA جای دستک نداره که دسته بگیری. بفرمایید این جای دست اینجا جای دست داره. یکی دوتا میبرم، این یکی دوتا آهن فوق العاده قوی. مهمیه که نیو فیساش داره. همینطور شگفتانه بسیار بزرگ دارم براتون. چی؟ فلاشر فابریکی کارخانه که خیلی ها میگن که NA نداره و فلان و زیرفا. بسیار موتور خوبیه، توصیه میکنم بخرین. این موتور فروشی نیست، اصلا اصرار نکنین. از این موتور کلا در با 8 میلیون جمعیتی که ما در ایران داریم، از این موتور کلا 5 تا آمده که فلاشر داره و یکیش به ما رسیده. فقط گفتم که یک اطلاع رسانی بکنم خدمتتون. خدا نگهدار.